برای دلهای تشنه و چشمان منتظر و دستهای آماده برای دریافت رحمت و مغفرت الهی زمان مناسب فرا رسید. زمانی که زمزمه تلاوت دلنشین قرآن، مناجات و دعا، راز و نیاز و شب زنده‌داری را به ارمغان می آورد و فضا را معطر و نورانی از لطف و رحمت و مغفرت معبود می کند. 3 روز بهانه است برای حضور بر سر سفره دوست و بهره‌مندی از پذیرایی بی‌منت و به دست آوردن رضایتش. ماه خودداری، خودداری شکم از خوردن و نوشیدن، خودداری چشم از نگاه های حرام و شهوانی به ناموس مردم، خودداری زبان از دروغ، غیبت، تهمت، ناسزا و بیهودگویی، خودداری گوش از شنیدن حرف های حرام و ناروا، خودداری دست و پا از پایمال کردن حقوق دیگران، یاری رسانیدن به دیگران و انجام دادن کارهای خیر. رمضان فرصت بی‌نظیر برای خودسازی، خودشناسی و خداشناسی است. رمضان مبارک.